با درود فراوان و سلام مجدد خدمت شما عزیزان. امروز خیلی خوشحالم چون تونستم که دو تا کلیپ، دو تا درس براتون ضبط بکنم و در دسترس شما بگذارم که بتونید استفاده بکنید. اولیشو که اگه به تاریخ نگاه کنید احتمالاً بهتون نشون میده صبح انجام دادم و الان دعا میکردم و خدا من خواست که ادامه اون در رابطه با عیسی مسیح و خداییت مسیح صحبت بکنیم. براتون از مسیح گفتم که ما مسیح رو، بدنش رو میگیم یک انسان کامل و روح خدا درش هست و سعی کردم که چند تا آیه براتون آوردم از رومیان باب 5 و همینطور چیزای دیگه که میتونم براتون بگم. خیلی حرف هست، خیلی راههای زیادی هست، از لحاظ منطقی میتونم بهتون ثابت کنم، منتها باید صبر داشته باشیم و بتونیم که قدم به قدم با هم جلو بریم. بله، اول اینکه خیلی مهمه بدونید ما باید ببینیم که منطقمون چی هست. هر کسی نسبت به دیدش به زندگیش منطقش متفاوته. ما نمیتونیم همه رو ما با یک منطق بریم جلو همه چیزو. البته منطق خدا یکی هستش، اما به خاطر این دنیای روزمره، به خاطر روابط ها مختلف، انسان ها طریقای مختلف ارضا میشن. خدا رو شکر. اول که هدف من نیست شما رو ارضا کنم، چون من نمیتونم من چیزی رو به شما بقبولونم یا بفهمونم، اما دوست دارم اون چیزی که همونطور که اول گفتم، اون چیزهایی رو که خودم فهمیدم و درون وجودم شکل گرفته، اونا رو با شما تقسیم کنم. مسئولیت دارم و اگه این کارو نکنم پیش خدا مسئول هستم. به هر حال این خواست اون هست، برای همین دارم باهاتون صحبت میکنم. دوستان، ما میام از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، از یک منطق دیگه به اینکه خب عیسی مسیح چرا ما میگیم خدا هست، خداوند. آیات زیادی هست که میشه از روی اون منطق هم ثابت کرد، اما برای اینکه ما بخوایم خدا رو بشناسیم، بدونیم که خدا خدایی هست و اون خدا چه مشخصاتی داره برای شما، برای ما خدا چه مشخصاتی میتونه داشته باشه. واقعا مثال بزنیم، اگه که یکی بگیم یکی دکتره، خب دکتر باید مشخصاتی داشته باشه دیگه که دکتر باشه. در مرحله اول تحصیلات اون خیلی مهمه که تحصیلات دکتری داشته باشه، یعنی درس خونده باشه، به هر حال معلوماتش به اندازه کافی باشه که بتونه طبابت بکنه. و بعد معمولا مشغول باشه. دوست داریم دکتری که دکتر میخونیم مطب داشته باشه و توی بیمارستانی مشغول باشه و خدمت بکنه. به هر حال نشانه هایی هست که نشون میده، ثابت میکنه که یا آقا یا یه خانم دکتر هستش. ببینیم طبابت هم میکنه و خیلی ها هم به خاطر طبابتی که دکتر اون شخص انجام میده، خدا رو شکر، نتیجه مثبت هم داره و خیلی ها علاج میشه دردشون. پس هر چیزی یک مشخصاتی داره. خدا چه مشخصاتی داره؟ شما خدا رو چجوری میخواید بگید که خب اگه من باید قبول بکنم این خدا هست، باید دلایلی داشته باشم که بتونم باشم؟ ما یه چند تا دلایل کلی هستش که معمولا براتون میگیم. خدا صفات مختلفی داره. خدا، ما میگیم خدا خدای حاضر مطلقه، خدا خدای دانای مطلقه. خدا باید دانای مطلق باشه دیگه، که همه چیزو بدونه و از همه چیز آگاه باشه. خدا خدای حاضر مطلق یعنی که در همه جا باشه، در هر جا که بریم، آسمون، زمین، زیر زمین، توی اعماق دریاها، هر جا که باشیم، ایران، کانادا، آمریکا، پاکستان، افغانستان، آفریقا، هر جا که بریم باید خدا حضور داشته باشه. در یک آن میتونه همه جا باشه. خیلی بعد خدا میگیم قادر مطلق باشه. یعنی چی؟ یعنی توانایی داشته باشه که در هر جا بتونه هر کاری رو انجام بده، اختیار داشته باشه و قادر باشه، توانا باشه. خدای متعال یعنی چی؟ یعنی خدایی متفاوت از مخلوقات، مستقل از مخلوقات باید باشه. خدای ابدی یعنی چی؟ یعنی از اول بوده و هست و خواهد بود و همیشه هم هستش. خدایی که نمیتونیم براش وقت تعیین بکنیم که بوده حالا نیست یا حالا هست قبلا نبوده. چون خیلی ها میدونم که میگن متاسفانه که آقا مال هزاران سال پیش، حالا تکنولوژی نگاه کن، فرق نمیکنه. خدا در هر زمان بوده و هست و خواهد بود. خدای ابدی هستش
خدای ازلی، خدای ابدی، خدای بدون تغییره. اینا صفتهای خدا هست. یک که خدا باید این صفتها رو داشته باشه وقتی ما میگیم خدا هستش. من نمیتونم یک اشیاء یا یک چیزی رو بپرستم. خدا چیز نیست، خدا شی نیست، خدا قادر مطلقه و خدا صفتهای اخلاقی هم داره. ما از صفتهای خدا گفتیم، حالا صفتهای اخلاقی از خدا. اولین صفت خیلی مهم خدا که من و شما وقتی باهاش آشنا میشیم رابطمون بهتر برقرار میشه و من تشویق میکنم که شما خدا رو از این طریق شروع کنید برای شناختن، اینه که خدا خدای محبته. خدا خدای محبته. ما متاسفانه اکثرا اونایی که با مسیح آشنا نیستیم ولی ادعا میکنیم که خدا رو میشناسیم، از در ادیان دیگه بیشتر غضب خدا رو میشناسیم و خدای انتقام جوری میشناسیم که خدا تقاص رو میگیره. همیشه از خدا طلب میکنیم که حالا یه سری خواسته هایی که داریم بده، ولی معمولا خدا رو برای خدای الهی بکشه. خدای الهی چوب خدا صدا نداره، اگه کسی بخوره دوا نداره و یک سری چیزهایی در مورد خدا میگه. متاسفانه بخاطر اینکه خدا رو نمیشناسیم. ولی خدا برای شناخت خدا اولین قدم فکر میکنم که خوبه که خب کلام خدا میگه که خدا ترسی اولین قدم حکمت برای شناختمون، ولی محبت خدا رو باهاش آشنا بشیم و این خیلی مهمه. و دوم این که خدا خدای محبت و اینکه خدای ما خدای مهربونیه. یعنی خدای مهربانه، خدایی که دلسوزه. خدای ما خدای بخشنده است، خدای رحیمیه. اینا صفتهای اخلاقی خداوند عزیزان. خدای ما خدای صبور، دیر خشمه. خدای ما خدای امینه. صفتهای زیادی در خدا هست که ما باید با اونها آشنا بشیم، باید قبول بکنیم. و چقدر زیبایه وقتی که ما میشناسیم خدا رو. و جالب اینجاست عزیزان، تمام این مشخصات در عیسی مسیح دیده شده. در عیسی مسیح دیده شده. عیسی مسیح رو که توی ایران دیدنش، توی خواب، توی رویا، و اومده شفا داده، لمس کرده، زنده بودنش رو نشون داده. در یک آن توی آفریقا هم بوده، توی آمریکا هم بوده، توی کانادا هم بوده. اینجا دعا شده، توی اینجا دعا شده، توی این کشور، توی این شهر. و در ایران شخص شفا گرفته. از کجا؟ چطور؟ چون خدای حاضره، خدایی که بوده و هست عزیزان. هستمهای مسیح که من شبان نیکو هستم. خدا هست، همه جا بوده و هست. خدای ابدی، شفای مسیح، لطف مسیح. شما تمام چیزهایی که در مسیح میخوای بگی خدا خدای کامله. خیلی خوب، عیسی مسیح هم کامل بود. عیسی مسیح هم کاملیتش رو هیچ که نتونست انکار کنه. حتی شاعرای اونایی که مسیحی هم نیستن ولی در نفس مسیحا رو نفس شفا میدونن. چرا؟ چون نفس کامله. گل بی عیب میگیم خداه، مگه نمیگیم؟ عیسی مسیح رو میگن بی عیب، گناه نکرد. حتی ادیان دیگه هم اینو تایید میکنن. یعنی تمام صفتها و مشخصات و صفتهای اخلاقی که از دید ادیان دیگه و منطق دنیوی ما برای خدا انتخاب کنیم و میبینیم و میدونیم و قبول داریم، تمام اونها در عیسی مسیح نهفته است. اما برامون سخته که بگیم با زبانمون اعتراف کنیم عیسی مسیح خداونده و در قلبمون ایمان بیاریم، دعوتش بکنیم به قلبمون. چرا؟ چون یک دیواری از تعصب و ترس از طفولیت در جلوی ذهن ما بوده که ای وای نکنه من اشتباه بکنم بعدن چه اتفاقی میفته. عزیزان، هیچ اتفاقی نمیفته. اگه شما اشتباه میکردی و اینم اشتباه باشه، یکی از اون اشتباه ها روش چه ضرری خواهی کرد. ولی اگر درست باشه و شما قبول نکنی و اینو رد بکنی، اون وقت خیلی ضرر میکنی، خیلی ضرر میکنی. و همه این تعاریف من میخوام دعوتت کنم از اینکه تو، بله شخص تو که داری گوش میدی،
میخوام ازت دعوت کنم خودت از خدا بخوای، از مسیح بخوای، ازش بخوا، چالنجش کن، بگو اگه مسیح هستی این کار برای من بکن. البته نمیخوام بگی که 1 کیلو برای من بکشی یا این پول از توی بانک برای من بیاری یا نمیدونم کار غیر منطقی. نه، بگو مسیح بیا توی قلب من، خودتو من نشون بده. مسیح بیا برای من لمس کن. میگن که تو شفا میدی، دکترا هستی، پس بیا من شفا بده. مسیح برای بار اول یه بیزنس میتونی با خدا بکنی، اجازه میده خدا. شاگرداشم بعضیاشون ناتوان بودن. توماس یکی از شاگردهای عیسی مسیح بود، با اینکه بقیه شاگردا دیده بودن مسیح زنده شده و زنده بودن مسیح رو دیده بودن، اما میگه من تا خودم جای سوراخ‌های اون انگشت نذارم قبول نمی‌کنم. و مسیح بهش گفت بیا توماس دست بذار، تو که منو دیدی دست گذاشتی باور کردی، خوشا به حال اونایی که ندیده ایمان میارن. عزیزان حقیقت رو نمیشه انکار کرد، اما زمانی که قبولش بکنی تو رو آزاد میکنه، بیماری تو شفا میده، زندگی تو عوض میکنه، اعتیاد زندگی تو ازت میگیره، دردها تو بر میداره، میگه ای گران باران نزد من بیایید. عیسی مسیح خدای محبته، دیر غضبه. محبتی که ازش صحبت میکنم و در مسیح هست محبتی نیست که امروز من و شما برای خواهرمون، برای مادرمون، برای همسرمون، برای دوست پسر دخترمون، نمیدونم برای فرزندمون داریم. نه، عشقی که به این بعد حتما به این اسپورت مثلا کارهای ورزشی داریم، نه، اینا محبت خدایی نیست. اوکی، بعضی محبت ها خونیه، فرزند رو باید دوست داشت، همسر رو باید دوست داشت، اما محبتی رو که من ازش صحبت میکنم در مسیح هست، خود مسیح هست، خدا هست. اول قرنتیان باب 13 از آیه 7 اگه بخونید به ما میگه، اول قرنتیان باب 13 از آیه 7 که محبت دیر غضبه، محبت صبر داره، محبت مهربانه، محبت میبخشه، محبت برش خیلی چیزا نهفته است. عزیزان محبت یک چیز معمولی نیست. بذارید دقیقا از روی اون براتون بخونم که بتونیم بیشتر. اول قرنتیان باب 13 از آیه 7 براتون میخونم. یک کسی که محبت دارد در هر وعظی وفادار میماند. خدا رو شکر. همیشه اعتماد دارد، هرگز امیدش را از دست نمیدهد و در هر شرایطی تحمل میکند. عزیزان از آیه 4 میگه که کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست. خوب توجه کنید کلام خدا، حسود نیست. این تعریف محبتی که صحبت میکنیم ازش. و به کسی رشک نمیبرد یا رشک، مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی کند، به دیگران بدی نمی کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمی شود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد، عصبی و زود رنج نیست و کینه به دل نمی گیرد، هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، بلکه از پیروز شدن راستی شاد می گردد. و دوباره همون که گفتم آیه 7، کسی که محبت دارد در هر وضعی وفادار میماند، همیشه اعتماد دارد، هرگز امیدش را از دست نمیدهد و در هر شرایطی تحمل میکند. عزیزان باید خدا رو قبول کرد و هم دعا میکنیم. دوست دارم بهش فکر کنیم. پدر جان شکرت میکنم و این خواهر و برادر عزیزی که داره کلامتو گوش داد خدا به حضورت میارم در نام عیسی مسیح. پدر خودت رو افشا کن، نشون بده، همونطور که به توماس نشون دادی، همونطور که به من نشون دادی، همونطور که به تمام خادمینت به ایمانداران نشون دادی. شکرت میکنم ای پدر. تا جلسه بعدی خدا نگهدار، برکت خداوند و سلامتی اون و حفاظت روح القدس با شما باشه. بهتون حکمت بده تا بتونید اونو بهتر بشناسید و در اون با اون زندگی کنید.
برای من ایمیل بفرستید، خوشحال